شناخته توجیه جانبیک مرادوف شام 11 ینور سال 2023 در صحیفه‌اش در اینستاگرام با نشر یک ویدیوی کوتاه از داخل هواپیما خبر داد که هواپیمای آنها دچار یک حالت فوق‌العاده شده است. در ویدیو دیده می شود که او و آوازخوان دیگر شناخته توجیه زلیخا محمدشایوا در یک قطار نشست و هر دو بر روی نقاب نفس‌کشی دارند. اکثر مسافران این هواپیما طوری در این ویدیوی 10 ثانیه‌ای دیده می شود در او چنین نقاب نفس‌کشی دارند. این نقاب‌های نفس‌کشی را مسافران هواپیماها باید در حالت فوق‌العاده و خیلی جدی بر او بکشند و با آن نفس بگیرند. معلوم نیست که این هواپیمای کدام شرکت بود و در کدام خط سر پرواز میکرد، ولی جانبیک مرادوف در زیر ویدیو نوشت که همش به خوبی پس سر شد. خدا جان رحمت برای زندگی نو و تمام پیلوت‌ها و اکیپاژ نیز رحمت. به مسافران تماما گپ نیست، یگان کس پانیک نکرد. زلیخا محمدشایوا نیز بعد چند با نشر یک عکسش از داخل هواپیما خبر داد که آنها صحت و سلامت فرآمدند و به خانه رسیدند. خدا رو شکر آمدیم زنده و سلامت به خانه، ولی فکر کردم من دیگر نیستم در این دنیا. الحمدلله. التماس پرواز نکنید به یک جای خطرناک در این هوای سرد. نمیدونم چرا من یک احساس بد داشتم پیش از پرواز، مثل که میدونستم همین حالت را. خدا جان شکر، نوشته زلیخا محمدشایوا. او همچنین به جانبیک مرادوف اظهار سپاس کرده است که دوست عزیز رحمت در کنارم بودی. دعوتا از مخلصان و همچنین آوازخوان‌های شناخته چون نگینه امونقلو و ولیجان عزیزوف، یلدوز توردی و در زیر ویدیوی گذاشته جانبیک مرادوف دعا کردند که خدا در پناهش نگه دارد.